فصل 14. او را دیدم که در تاریکی به خانه می آید. چمن از ته زده شده در زیر نور ماه تقریباً آبی رنگ به نظر می آمد. پهلوی گاراژ شاخه های زده شده بود که باغبان آنها را روی هم انباشته بود و در میان بوته های جگن و زالزالک سطل خاکروبه آماده برای بردن. جمعه شب. همکنون باید او بداند که از توی آشپزخانه چه بویی می آید. بوی ماهی. او همچنین باید بداند چه یادداشتی را خواهد یافت. یک یادداشت از تسوفنر روی تلویزیون. باید فوراً نزد می رفتم. بوسه هریبرت. یک یادداشت دیگر از خدمتکار روی یخچال. سینما هستم. ساعت 10 برمیگردم. گرته لوئیز بیرگیت. در باغ را باز می کند، کلید چراغ را می زند، روی دیوار سفید کرده سایه یک روروک و یک چرخ خیاطی از کار افتاده است. در اتاقک مخصوص اتومبیل تسوفنر مرسدس نشان می دهد که تسوفنر پای پیاده رفته است. هوا بخورم، یکم هوا بخورم، هوا. کثیف بودن چرخها و گلگیرها حکایت از رفتن به آیفل و سخنرانی‌هایی برای جوانان متحد می کرد. با هم متحد باشیم، با هم بایستیم، با هم رنج ببریم. یک نگاه به سوی بالا. اتاق بچه هم تاریک است. خانه های همسایگان با راه ها و باغچه ها جدا شده است. انعکاس بیمارگونه نور تلویزیون ها. در اینجا آمدن شوهر یا پدر به خانه مزاحمت است. بازگشت پسر گم شده مزاحمت است. گوساله قربان نمی شود. حتی مرغی را کباب نخواهند کرد و آنها با عجله به باقی مانده کالباس جگر توی یخچال حواله داده می شوند. بعد از ظهرهای شنبه برادری وجود داشت. وقتی توپ‌ها از روی بوته‌ها می‌پریدند برگشت داده می‌شدند. بچه گربه‌ها و توله سگ‌ها. اوه، چقدر بامزه. آنها نیز از میان دره‌های باغ یا فاصله میان بوته‌ها پس داده می‌شدند. عصبانیت صداها خفه شده، ولی همیشه خالی از خصوصیت. تنها گاهی منحنی هماهنگ را می‌درید و در آسمان همسایگی خطوط دندانه‌داری رسم می‌کرد. همیشه به بهانه‌های پیش پا افتاده، نه به دلایل واقعی. مثلا وقتی یک نلبکی به زمین می‌خورد و می‌شکند یا توپ غلتانی بوته‌ای را خم می‌کند، دست بچگانه‌ای سنگی به سوی اتومبیل رها می‌کند، رخت‌های شسته و اتو زده از شیلنگ‌های آب خیس می‌شود یا صداها زیر می‌شوند. صداهایی که به خاطر کلاهبرداری، زنا یا بچه انداختن اجازه ندارند زیر بشوند. آخ، تو گوش‌هایی بیش از اندازه حساس داری. فکری برایش بکن. ولی ماری، تو فکری نکن. در خانه را باز می کند. سکوت با گرمای خوشایند. ماری کوچک در بالا خوابیده است. با همین شتاب اتفاق می افتد. عروسی در بن، ماه عسل در رم، آبستنی، زایمان، حلقه های موی قهوه‌ای روی بالش بچگانه چون برف سفید. او خانه را به ما نشان می‌دهد که سرشار از نیروی زندگی است. اینجا برای 12 تا بچه جا هست. حالا چگونه صبح‌ها هنگام صبحانه با کلمات ادا نشده حالا دیگر چه می‌گویی بر لب براندازت می‌کند؟ چگونه رفقای مذهبی و حزبی که همه چیز برایشان حل شده است پس از نوشیدن 3 گیلاس فریاد برمی‌آورند از 1 تا 12 به حساب صحیح 11 تا باقی می‌ماند. در شهر نجوا می کنند. تو باز هم به سینما رفته ای. در این بعد از ظهر درخشان و آفتابی به سینما رفته ای و باز به سینما و باز. تمام شب تنها در میان گروه در خانه بلوترت و نه چیزی جز کا در گوش که این بار دنبالش نتسلر نبود، بلکه تولون بود. این کلمه چون شیئی غریب در گوش می غلطد. صدای تیله می دهد و کمی هم بوی غده. بلوترت دستگاهی دارد که میتواند کاتالون را کشف کند. او دارد، او ندارد. او دارد، او ندارد. عیناً مثل فال کندن برگ از شاخه. او مرا دوست دارد، او مرا دوست ندارد. او مرا دوست دارد. در اینجا رفقای حزبی، دولت و اقلیت از نظر داشتن کاتالون معاینه میشوند. چون علامت خاص نژادی آن را جستجو می کنند و نمی یابند. بینی شمالی و دهان غربی. یک نفر مسلماً آن را دارد.
او آن را بلعیده است، آن چیز دوست داشتنی را، چیزی را که جستجو می‌کنند. خود بلوترت. ماری، خودت را از گزند چشمانش حفظ کن. ابراز علاقه دیررس، تصورات طلبگی از فرمان ششم و وقتی از بعضی از گناهان صحبت می‌کند که اگر به لاتین صحبت کند طبیعی است که بوی سکس می‌دهد و بچه‌های عزیز که بزرگترین آنها هوبرت 18 ساله و مارگارت 17 ساله است اجازه دارند تا زمانی بیدار بمانند که صحبت‌های بزرگترها برایشان سود بخش است. درباره کاتالون، حکومت طایفه‌ای و طبقاتی و مجازات اعدام که برق عجیبی در چشمان خانم بلوترت ایجاد می‌کند که صدایش را آنچنان زیر می‌کند که گریه و خنده‌اش به طرزی سرشار از شهوت با هم مخلوط می‌شوند. تو سعی کرده‌ای که خودت را با وقاحت چپگرایانه فرد بویل تسلی بدهی. بی نتیجه کوشش خواهی کرد از کلبه‌گری راستگرایانه بلوترت خودت را عصبانی کنی. کلمه زیبایی وجود دارد. به هیچ بیاندیش، نه به کانسلر و کاتالون. به دلغکی بیاندیش که در وان حمام گریه می کند و قهوه روی سرپایه‌اش می چکد.